ایرای پرادکشن میتواکو قروتوا خوردان در کور و از طرف تا برفکا پارتوفتان در کور دیگه میرا قروتوا رو میکنه هشت مرغ داره در یه هفته تقسیم میکنن پنجی بارفاق میباری با نقا رو کتاب کنی دیگه بشه کسی سیاه کنه اینه قطعی؟ نه بیا بقى اینه اوچه جان ای ماشاءالله اینا فطری سیاه میگن چور نیاره رفیع درجات منزل البرکات و خارجی الحجات رحمت. یک قروتاب از شما داریم امید انا نگو عزیز هر کسی که نوارو را تماشا میکنین یا لایک کامنت را دریغ ندارین در حق با دعا باشین. السلام علیکم دوستان عزیز، هر کسی که خواهش سفر حج عمره دارید، برادر عزیز ما الهام الدین جان از فدراسیون روسیه، تاجیکستان، ازبکستان برای هر یک شما خدمت میکند. ان شاء الله گفتنمون دوستان عزیز، هر کسی که از فدراسیون روسیه میرید برای شما یک فرمای حاجیانه یعنی احرام توفه کرده می شود. کسانی که از تاجیکستان میرن، از ازبکستان میرن، برای شما نرخ‌های مفید اینا مرحمت از روسیه در انم تاریخ روزا سفر حج عمره داریم و از ازبکستان باشد در این تاریخ روزا، از تاجیکستان باشد مرحمت در این تاریخ روزا سفر حج عمره داریم. نگفتنمون دوستان عزیز، این راهبلتی است که فدراسیون روسیه خودش از ایرپورت دامادیدو گرفته برده حج، بعد حج با گردونده با خود دامادیدو یعنی ایرپورت مسکو برده میاره. دوستان عزیز، نمره در روی اکران مفصل‌تر برای تماس زنگ زنید. بهترین خدمت رسانی را برای شما پیشنهاد میکنه که شرکت با باوری هر چیزی که کم بودی میشه ان شاء الله میتونیم که با واسطه همین برادرها اصلاح کنیم. السلام علیکم. این برف بی این فیض و برکت بی دوستان عزیز شما چه خیلی نه آیفون بیرون برآمدیم اینا دیگه درخت‌ها را شکسته، درخت‌ها را خم کرده. انا اکو دوستان عزیز امروز 4 ینوری سال 2025 اولین روزهای سال 2025 نگاه کنید درخت‌ها را. امروز برای شما یک نوار خوب و جالب میکنیم. برف نگاه کنید که علاقه 15 سانتی متر زیاد زدگی راه ماشین راه نگاه کنید نه حاضر درخت‌ها را توزیع میکنیم ما برای شما یک نوار خوب و جالب از دهه میکنیم. با همین خاطر دوستان عزیز، هر کسی که نوار را تماشا میکنین یا لایک کامنت را دریغ ندارین در حق با دعا باشین. این نوار همه سوژه برای شما در برفی اولین سال 2025 که تمام تاجیکستان با خرمای سفید روی پوش کرده گی. انا دوستان عزیز اینجا نگاه کنید که چاکدانده مامی اوچاگی میکنیم برای قروتوبه کردن درجه علاوه گرم در بیرون برف. دوستان عزیز در دهات انا میخواد دور فقط انا نگاه چه خیلی دیدین برفش وقتی که در بالا شای باز میکنه انا نگاه بیرون خنکای عبدالله جان ای تای باف نمونی کو نه باشه یوش کرد دوستان عزیز ببینید ها دستکات یخ میکنه وقتی که برف هم ببینید این منظره تفیدم. اوه عبدالله جان چه کردی؟ چی آمدی بچه ها؟ چی آمدی؟ اینجا بیا پاتپیشکو دا بلند گرده چه کردی بچه ها؟ قروتوا رو میکنه؟ خونه در روغن زرد داریم؟ چکه هسته؟ انا دوستان عزیز میگه که همه وقت سخنی فرزنده گرفتن نکن. حقیقتا نه امروز روز قروتوا خوریه. یک قروتوا بیا اوچاگی میکنیم یک راس اوچم نونی گرم کرده سای بهترین میشه. ما همین خاطر رفتیم عبدالله جان مولا را یک کخ کنیم بعد میریم قروتوا سر میکنیم. همسایه بالیا
بچم رخت گذاشت بیو بیو بریم مولو را یک الاف کنمته در پاکو بچم پاکو در هیکو عبدالله جون در هیکو بسم دیگه پیش بیو مام عبدالله جون بیو دیگه مال بچه جون هیچ نمیتونم دوستان عزیز اینجا یک سه تا بز دارم گوار هم را فروخته فقط بزها موندگی این امروز الله فهمیتیم بینیم هر برفی خوب ایده با هم خاطر میخورن همینجا ده با میدروین دمش میگیرن برونگا بسه خدمت زد ببه برا دیم مرغ را دون دادن در که جوابگاری هر یک حیوان و مثال پرنده خونگی جوابگاری باقی بوده برای بیشتر مونده وقتی تقسیم میکنیم 8 مرغ داره در یک هفته دو تقسیم میکنن همه خیلی مرغان با ایجاده کجا موندگی از مرغ ایجاده هیو جان انا یو کجا دور دیگه در زمستون برادران همین کارای بعد این خیلی کوسر پری برف میکنی برف نگاه تو چه میزه برف یک نشه بعد بره ای پای کار بور میشه همین خیلی زمستون ده علوی را میکشی میرن اوتا خونه را این پروداکشن برفاق میبرم بچان تنجی برفاق میباری با نقفارو پوتا بکنی دیگه بشه کسی سیاه کنه نه میبرم یک تو قرضدارشون میکنیم کاری نکنی با خود باید قرض کنه هم بدونی اگر قپی درو تسیاه که خودت میره قروت میگیری میای مجبوری همسایه در قروت ها بتی مایل اوتا های احتیاط تو بچان مایل خوب ایرای پرادکشن نمیتوه که قروت هوا خوردن در کور و از طرف تا برفکا پارتوفتان در کور اونا دیدی؟ قروت ها میفاره نمیداره این عبدالله جان وعده کرده قروت ها میکنیم اول پدر گفت درختو را پوزه کنیم که درختو در آینده میوه میتن بعضی شده همی خوبه بایی Okay, right, motherfucker. Hey, همسایه آش چوا خورتو نصیب بشه عبدالله بچه های سیس نمیگه اخینا برفک پارتو هم خورتو قرضو کرد کجا شد برفک شد کوه کرد برفک کجا دا پارتو اینا این چی نویسته باشه اکه یگون چیزی آسان باشه که در این خنکی ماشین هم نمیره و یافته آوردنش بچه هم که خونده میتونی اینجا بیا که چی نویسته این را بینی چی نویسته برفک ذره برف میبارد سفید یک ضیافت از شما دارم امید یک قروتاب از شما دارم امید قروتاب دای بچه اکه قروتاب بیشتر کردن در کار منو بچه اینا اوشا جان فاتیره کردی هنم فاتیره بوده که همسایه اوور برفک پارتو یک قروتاب قرضور ممکنه که یک طبق که یک طبق همین همسایه پرده یک طبق همسایه پرده بتیم سود میشه دستم یک تده اول پاده عبدالله جان بیوما انا دوستان عزیز اینا فاتیرای ما این نون جیانه این نونی که میمونه نه فاتیر اینه ما فاتیر دوستان عزیز اینا مادر جان فاتیره میگیره باز برای شما طرز تیار کردن چی را میگیم
بکن چه پروانه که او چی میگیرم عرق کو کف گیر اینا اینی قطعی ها بیا بقف اینا چجا کو ای ماشاءالله اینا فاتیره سیاه میگن چورنی یعنی دوستان عزیز حاضر ما وقتی خیلی ندارم اصلا برای معرکه‌ای که میکنن و چجا چخیل میکنن در چی میدوزن در واکوی آلومینی پاپلینا تر کرده بعد چی میکنی ریزه میکنن در ریزه درونی میکنی در درون اون پاپلینا در درون چاودنگ میمونی و بعد اینا ریزه میکنی در درون پاپلینا تر کرده و در درون اون میمونی میده ریزه کرده برای سحر آسون شوا ها بعد محکم میکنی الو خوکستای چاودن ایس میکنی و بعد دانش محکم میکنی سحری وقتی که معرکه را سر کردیم در حال یمو چاودنگ هوی کرده میکنی و پاپلینا هوی میکنی دو جوش شد میگیری کوری اوسونه اوسونه برای که ها سالوی پیش دادم تو ساعتای 5-6 تا میرفتن فطیر میکردن انا حوزه کوریچی خیلی اوسونه علم ترقی کرده علم بعد دیگه چی میکنیم برای خاطر اینا را فطیر میگن انشالله حاجه قروتو و سر میکنیم قروتو بی اورچگی او میگه قروتو میفوره قطیش زنجبیل دوره روی برف دیگر هست خب تو وردی عبدالله جان اسمه ای حلال بود نه که قروتو نصیب بود اومدی داویدا برو اوچما بگو فطیر بیار که مرا یوردم کن همسایگری همه بوار که یک دوره بهترین هر کسی که همسایه داره چی هست در کمیته در قشاق یک قصه عجایب زندگیش در فصل زمستان بنویسه بهترین میشود پیاز آوردین ای ماشاءالله پیاز مرا قلافتی بالگر است که بیار بگو قلافتی برای بالای دست سالیان موندن ای ماشاءالله کورچه قتی بگی بیار ای ماشاءالله فطیر بیار همسایه جان بده ای ماشاءالله جوشه انا که فطیر مایده میکنیم انا این فطیر ریزونه کمی قطیش روغن دورای الحمدلله عجایب بود میشوه ای ماشاءالله پدر جان چو کیسن مشکل توزه کیسه الله برکتش بسم الله تشنه موندیم بسم الله بسم الله اوه دیگر بیا تا چخلی سازی خوبه کجا دوابطه چخل اومده ایلا یامین لای پروردگار یشور همرا تانی تیات یوری تروز همین برجنا ناسب خیلی راندم فایز برکت بسود میشه با هم خیلی خرطوخری و همین ممکنی و همون شد بسوتر میشه الله مغفر لی والوالدی والاستاذ والجمع المؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات رفیع الدرجات منزل البرکات و قاضی الحجات برحمت ای سلامت باش پدر جان برای قروتو ببردارم بیارم انا یه پیازی بولوش را پیاز خمک میپرتای که خشو میکنم انا بسم الله انا نگو های ماشاءالله دیدن دوستان عزیز اینا نگو وای جابیو اپراتور نگو اینا نگو اینا بی چخرشی انا قلمفتور در بولوش میمونه یورا درجهش میمونه انا اینا درجهش میمونه اینا درجه اینا قروتوی ما آموده بسم الله که یک مزه شب چشیم که دوستان عزیز این برای شما خوردن ایشون میتیم هر کسی در پخش مستقیم خاطری دادتون رحیم جان یه لایک کامنت در یک ندارن که در خانگی در سرتی برومیم یک نوار خوب برای شما کنیم همسایه جبیو نه همسایه هم جدا میگن که هر چیز کردی نه طبعا بگیریم برای خونه دا خود مومیه میخونیم با هم خاطر دوستان عزیز الله یارو مدد گفتم خیر تو برای ما یاد یه لایک ابو در کامنت یک خوب برای دادتون رحیم بنویسین